الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله، بعد از آنی که برنامه سوال جواب را شروع کردیم، سوال های خیلی زیاد آمده ایستاده است و کوشش کرده ایستادیم که به همه سوال های شما جواب گردانیم و تا اینکه به همه سوال های شما جواب گردانیم دوستان عزیز، برنامه ما خیلی مدتش طولانی می شود و نوار آخران ما زیاده از 30 دقیقه شد و یوتیوب یک الگوریتم خاصی دارد که وقتی برنامه دراز می شود آن را به همه پیشنهاد نمی کند. برای همین دوستان عزیز، از شما یک خواهش میکنیم از برای الله، تا اینکه همین نوار شما هم نیز سهم گذار باشید و برای مردمی زیاد رسد و در اجر شریک شوید، دوستان عزیز پهن کردن و در همین نشر شدن نوار سهم گذار باشید دوستان عزیز. و بنده مؤمن برادران عزیز، چنانی که ما و شما میدونیم، همیشه در کار خیر و پهن شدن کار خیر بی‌طرف نیست و همیشه سهم گذار است و امیدوار هستیم که هر یک شما در پهن کردن این نوارها انشاءالله سهم خود را میگذارید. و باز یادآور میشیم که دوستان عزیز، هر یکی که به سوالش مبادا جواب نگرفت میتواند به تلگرام شخصی بنده تماس گیرد و سوال و درخواست هایی که دارید به آن نویسید، انشاءالله کوشش میکنیم به آن جواب گردانیم. خب بیایید اکنون به سوال ها وارد میشویم و در آخر یکی از سوال های خیلی مهم که بسیار نفرها از روسیه و از چند کشورهایی که مهاجرا هستند خیلی زیاد هستند میپرسند، به آن انشاءالله جواب میگردانیم تا آخر نوار همراه باشید. اکنون بیایید به سوال های برادران شروع میکنیم. یکی از برادران پرسیدن که استاد، آیا تلفن موبیلی شوهر را کافتن و جستجو کردن زن جایز است؟ آیا گناهکار نمی شود؟ خب برادر عزیز، در اینجا هم برای شما و هم برای همسرتان وصیت ها و گفتنی هایی داریم. اولش این که برادران، به هر یک شما، هم برادران و هم خواهران، به هر یکتان میگوییم که در زندگی همیشه از قفای حق و حقوق ندوید دوستان عزیز. زندگی مهربانانه زن و شوهر بناهن فقط بر حق و حقوق نیست، ولی ما وقتی آیات های قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه میکنیم و نظر میکنیم، میبینیم که الله تعالی آیات های حق و حقوق را در وقت جداشوی، در وقت طلاق ذکر کرده است. اما زندگی زن و شوهر بنا بر چی می شود؟ بنا بر مهر و محبت و بر فضیلت، با فضیلت مناسبت کردن می شود برادران عزیز. و برای مردان گفتنی هم که برادران عزیز، رشک در زن این چیزی طبیعی است. مادران مؤمنان رشک می کردن. عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، تمام مادران مؤمنان صحابه زنها رشک میکردند. به کی رشک میکردند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم رشک میکردند. همسران ما و شما هم نیز برای ما و شما چی میکنند؟ رشک میکنند برادران عزیز. شما تصور کنید روز عایشه رضی الله عنها با حفصه، این حدیث صحیح است، در بخاری روایت شده است. عایشه رضی الله عنها با حفصه مصلحت و مشورت میکنند، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه زینب بنت جحش میروند، در آنجا چی کار میکنند؟ عسل میخورند، عسل تناول میکنند. همراه حفصه مشورت میکنند، میگویند که وقتی از خانه زینب میبیایند پیامبر صلی الله علیه و سلم، با پیامبر میگوییم که از شما بوی بد آمده ایستاده است. آیا شما مغافیر نوشیده؟ مغافیر یک چیزی مایه که از بدن درخت میبراید، همون شیره که از بدن درخت میبراید، آن خیلی شیره است اما یک بوی غلیظی دارد. عایشه با حفصه چیکار کردند؟ مشورت کردند، گفتند وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیایند از خانه زینب، میگوییم که برایشان چی؟ آیا شما مغافیر نوشیده؟ از شما بوی مغافیر میبیاید. و همچنان هم شد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه زینب عسل را تناول کرده به نزد همسرانشان میبیاید، عایشه و حفصه گفتند یا رسول الله، آیا شما مغافر تناول کرده؟ سبحان الله. ببینید همه از سبب چی؟ از سبب رشک. بهترین زنان این دنیا چیکار میکردن؟ رشک میکردن. گفتند آیا شما مغافر نوشیده؟
پیامبر صلی الله علیه و گفتن نه، من عسل تناول کردم. گفتن از شما بوی یک بدی میبیاید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من دیگر هرگیز از خانه زینب عسل تناول نمی کنم. در اینجا الله تعالی آیت نازل کرد، سوره نازل کرد با نام سوره تحریم که گفت یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. ای پیامبرم، گفت برای چی شما برای خودتان آن چیزی که الله برای شما حلال گردانیده است برای خودتان حرام میگردانید؟ تبتغی مرضات ازواجک، برای کی؟ برای رضایت همسران خود را دریافت کردن شما یک چیز حلال کرده الله را برای خودتان حرام میگردانید. ببینید این برای ما و شما درس عبرت است مردان. یعنی صحابه زنها نیز رشک میکردند، مادران مؤمنان رشک میکردند و طبیعی است که همسران ما و شما نسبت ما و شما چیکار میکنن؟ رشک میکنن و سبب جستجو کردن همون تلفن شما هم از سبب چی است؟ از سبب رشکش است. خب اکنون برمیگردیم به زنهای عزیز. تصور کنید وقتی شما تلفن شوهر همسر خود را جستجو میکنید، از آنجا یک چیزی میبینید که ناراحت میشوید. سوال برای هر یکی شما، اگر همون چیز یک چیزی ناراحت کننده باشد یا یک چیزی گناه باشد، اولش این که غضب شما یا خشمگین شدن شما از برای خودتان است یا از برای الله است. هر یک زن باید برای خودش سوال دهد که من از برای الله خشمگین و ناراحت شده ایستادم یا برای نفسم. برای همین آن چیزی که شما میکنید این چیز اصلا برای فایده شما نیست. بنابراین دست کشیدن شما برای خود شما یکمش اولا و افضل است. خب دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی هر یک عائله های ما و شما را با مهر و محبت و با یکدیگر فهمی و زیر سایه قرآن به سر بردن را الله حق سبحانه و تعالی نصیب کند. اکنون میگذاریم به یک سوال دیگر. یکی از برادران خیلی خواهش کردند که استاد عزیز، یک شرکتی هست که در تاجیکستان خیلی شهرت پیدا کرده است و خیلی زیاد فعالیت میکند که همون شرکت کیونت است. همین شرکت خیلی مردم ما و شما را امروز چیکار کرده ایستاده است؟ دعوت کرده ایستاده است و با اصطلاح روسی وربوت کرده ایستاده است و حکم کار کردن همراه همین شرکت و چگونه است همین شرکت بیان میکرده. گفته خیلی خواهش کردم. دوستان عزیز، امروز در عالم خیلی شرکت های هستند که شرکت های فینانسوی پیرامیده خیلی زیاد هستند دوستان عزیز و کیونت یکی از شرکت هایی هست که در همین ساحه در شرکت های فینانسوی پیرامیده اولین هاست دوستان عزیز و در تاجیکستان و در تمام کشورها پهن شده است و این شرکت از این پیش نامش گولد کوست بود یا اینکه پس از آن کوست نت کردن و الان باشد نامش کیو نت است. قرارگاه این شرکت در گانکونگ است و سال 1998 تأسیس یافته شده است. وقتی در اینترنت خاصتا در همین یوتیوب اگر کیونت رو بزنید دوستان عزیز، چقدر نفرهای خیلی زیاد به همین فریب خوردند برادران عزیز و یک چند کشورها فعالیت اینها را بسته چیکار کردن؟ محکم کردن و کار و فعالیت همین شرکت را منع کردن. از جمله همین کشور همسایه ما و شما ازبکستان و قزاقستان و حتی در روسیه هم اینها چیکار میکنن؟ پنهانی کار و فعالیت میکنن و همیشه آنهایی که به همین شرکت دعوت میکنن چی میگوین؟ از بانک هم باشد قرض گرفته بیا به شرکت درو و میبینی که در مدت 1 سال تو چی میشوی؟ صاحب میلیون ها میشوی. از همین خودش معلوم است که این شرکت یک شرکتی چی است؟ پیرامید است و نفرهایی هستند که خانه هایشان را حتی فروخته چیکار کردن؟ به همین شرکت وارد شده به یگان مبلغ و به در و خانه ماندند دوستان عزیز و
شرکت هایی که فینانس و پیرامید هستند، دوستان عزیز آگاه باشید. در روی همین دنیا یک نفر عالم نیست که آن را اجازت داده باشد و حلال گفته باشد. تمام اهل علم و تمام مجامع فقهی همه سرجم کار و فعالیت شرکت های پیرامید را حرام گفتند. قطعاً حرام است دوستان عزیز. از این زیاد باز چی گویم برایتان دوستان عزیز؟ در زیر بعض نوارها را میمونیم که در زیر همین نوار با زبان روسی است، پر است اینترنت. دوستان عزیز شما میتوانید چقدر نفرهایی که به همین ها فریفته شده چیکار کردن، مبلغ‌های خیلی کلان را از دست داده فریب خوردن و مفلس شدن، آن را میگذاریم خودتان با چشم خود ببینید دوستان عزیز. و هرگز در یاد داشته باشید که پیامبر صلی الله علیه و سلم، تصور کنید هر صبح و هر شام از قرض پناه میجستند و اینها امروز میگویند که تو بیا قرض بگیر از خویش و تبارت، از هر جایی که باشد، از بانک هم که باشد قرض بگیر و بیا با ما کار بکن. چگونه مسلمان میتواند قرض گرفته با اینها کار میکنه، حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر صبح و هر شام از قرض پناهی میجستند؟ برادران عزیز وقتی ما حرام میگوییم از پیش خود نمیگوییم، تمام بزرگانی که حرام گفتند آن را برای شما میرسانه. اکنون تصور کنید صحابگان میگفتند، روایت شده است که کنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة ان نقع فی باب من الحرام. صحابه میگفتند که ما 70 در حلال رو ترک میکردیم تا اینکه مبادا به یک در حرام در آمده نمونه. برای از حرام دوری جستن بین خودشان و بین حرام 70 در را میماندن تا اینکه از حرام دور باشن. امروز وقتی ما حرام میگوییم نفرهایی هستند که میگویند این ملا سختگیر است، این ملا فقط حرام میگوید، این ملا فلان است. و تمام دانشمندان روی زمین گفتند شرکت های فینانس و پیرامید حرام است قطعا برادران عزیز. بنابراین هر شرکتی که فینانس و پیرامید است قطعا حرام است و از آن دوری جویید پیش از آنکه پشیمان شده انگشتان پشیمانی خود را نگزید. دوستان عزیز میگذاریم به سوال دیگر. یکی از برادران میگوید سلام علیکم برادر، بهترین نوار. یک سوال، در رسی دیسک پساب میتید حلال است یا نه؟ جواب دهید در نوارهای آینده التماس. همچنین باز یک نفر دیگر همین دیسک پسابی را پرسیدند که حکمش چی است، آیا جایز است یا جایز نیست؟ دوستان عزیز کسی که شهروند باشد و سزاوار گرفتن همون یاردم ها و کمک پولی های پساب کودکان باشد برایش حلال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانی که روایت میکنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از ملک روم و همچنین از مقوقس پادشاه مصر هدیه ها قبول میکردند. بنابراین از غیر مسلمان وقتی برای شما کمک میکند و یا اینکه هدیه میکند، کمک هایی که در آن یگان شرط نباشد که عقیده ضد عقیده ما و شما باشد، ضد دین ما و شما باشد، کمک هایی که غرض ندارند، اگر چنین کمک کنند گرفتنش برادران عزیز حلال است. بنابراین پسابی چی است؟ حلال است دوستان عزیز. ولی دوستان عزیز در یاد داشته باشید که پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین میگویند الید العلیا خیر من الید السفلی. دست دهنده همیشه بالا است از دست گیرنده. برای همین اگر شما سزاوار همون پسابی ها نباشید، کوشش کنید خود کفایتی کنید، کوشش کنید از همون چیز دور باشید. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بهترین طعامی که بنده مؤمن میخورد من مکتسبت یده، آنچه که با دستان خودش کسب کرده میخورد. برای همین کوشش کنید از همین کمک ها و کمک پولی ها چی کنید؟ در حذر باشید. دوستان عزیز اکنون چنانه که گفتیم در آخر برنامه یک سوال خیلی مهم و خیلی بسیاری ها پرسیدن و آن جواب میگردانیم. خوب میگذاریم به همون سوال. السلام علیکم و رحمت الله. استاد خوبید انشاءالله. یک نفر میگوید که من را یک چند کارگر دادند که نگاه کنم، یعنی آنها کار میکنند و من نگاه میکنم و معاش میگیرم. آیا درست است این کار؟ یعنی بریگادیر مانده‌اند
مرا بریگادیر ماندند، آیا همین بریگادیر شدن جایز است یا جایز نیست؟ و همچنین دوستان عزیز، خیلی برادران زیاد، برادران مهاجرین ما و شما، مهاجران کاری از روسیه خیلی زیاد میپرسند که استاد عزیز بسیاری ها بریگادیر شده کار میکنند، هم شهری های خدا ما هستند، هم وطنان خدا ما هستند، تاجیک ها هستند، زیر دست آنها کار میکنیم، پررب شده آنها کار میکنند یا بریگادیر شده کار میکنند و خیلی بالای ما زیاد ظلم میکنند و همچنین معاش ما را چیکار میکنند؟ خیلی از معاش ما خیلی زیاد قیچی میکنند، برای خودشان میگیرند یا معاش ما را در وقتش تامین نمیکنند. آنهایی که میانه رو هستند، آنهایی که برای بچه های خودمون کار تامین میکنند. دوستان عزیز، البته بریگادیر شدن و مسئولیت را به دوش گرفتن یا پررب شدن این جایز است، ولی بدانید که این بالای شما مسئولیت است. این برای شما فخر نیست دوستان عزیز، این برای شما و بالای شما مسئولیت است. شما مسئول هستید، هم در نزد همون کارفرما شما جواب میگردانید، بله کارتون درست است ولی شما مسئولیت و جوابگر هستید، و هم در نزد پروردگار از زیر دستان خود شما جوابگر هستید. الله حق سبحانه و تعالی میگوید وقفوهم انهم مسئولون. الله میگوید روز قیامت آنها را باز داره که یک بیستند، انهم مسئولون، آنها پرسیده میشوند، آنها مسئولیت دارند. الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را، آنهایی که برای شما کمتر منصب داده است، برادران عزیز، امروز یک منصب کوچک الله برای شما میدهد، بریگادیر میشوید یا پررب میشوید یا میانه رو میشوید، وقتی ظلم میکنید الله حق سبحانه و تعالی را به یاد بیارید دوستان عزیز. این مسئولیت است، روز قیامت شما جواب میگردانید. بنابراین دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند اخوانکم خولکم، آنهایی که زیر دستان شما هستند برادران شما هستند، آنهایی که خدمت میکنند، زیر دست شما کار میکنند، آنها برادران شما هستند. اطعموهم مما تطعمون اهلیکم، آن چیزی که برای اهل و عائلتان شما طعام میدهید، صرف میکنید، با آنها نیز شما باید صرف کنید برادران عزیز. و حتی در لباس هم پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کردند، به لباس آنها شما اهمیت دهید. و همچنین آنهایی که امروز میانه رو میشوند و حق مردم را میخورند، پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر در حدیث های زیاد چی گفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم همین ما و شما را یادرس کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم اعط الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه، حدیث صحیح است. شما گفتند آنهایی که گرفتید، کارگر کردید، آنها را کار میفرمایید، کارفرما هستید، شما حق آنها را پیش از آن که عرق جبین آنها خشک شود شما حق آنها را بدهید. اما چقدر برادرانی هستند که امروز میگویند ماها بلکه سالها میگذرد گاه ما حق خود را گرفته نمیتوانیم، ستانیده نمیتوانیم، حالان که همون میانه روها که هستند برادران ما و شما هستند. برایتان یک حدیث میگویم، حدیث قدسی است. الله حق سبحانه و تعالی، این را در یاد داشته باشید که الله حق سبحانه و تعالی برای همون بریگادیرها، برای آنهایی که پررب هستند و بریگادیر هستند، برای آنهایی که زیر دستان خود را ظلم میکنند، کار میفرمایند، کارفرماها، ولی حق آنها را نمیدهند، الله حق سبحانه و تعالی در حدیث صحیح که امام بخاری آن را روایت کردند، حدیث قدسی است، الله میگوید ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه، سه طایفه مردم هست که الله گفته ایستاده است، سه طایفه مردمی هستند که روز قیامت من با آنها جنگ میکنم. الله حق سبحانه و تعالی با شما روز قیامت جنگ میکنند. کی هستند آنها؟ سیومش را میگوید و رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم یعطه اجره، مردی که یک نفر را میبیارد و کار میفرماید، حق خودش را میگیرد کار فرموده، ولی اجرش را نمیدهد، پاداشش را نمیدهد، حق خدمتش را نمیدهد، با این طایفه مردم الله حق سبحانه و تعالی روز قیامت جنگ اعلام کرده است. همچنین یکی از صحابه ها که ابو مسعود انصاری بودند رضی الله عنه میگویند من یک غلامی داشتم که در زیر من کار میکرد،
و گاه میشد که او را در حالت غضب میزدم. میگویند روز رفته ایستاده بودم که از قفایم یک صدای شنیدم: اعلم ابا مسعود لله اقدر علیک منک علیه. یک صدای گفت که ای ابو مسعود بدان که الله بالای تو تواناتر است از تو هم. چگونه که تو ظلم میکنی یا گاه میزنی، الله از تو دیده تواناتر است. میگوید فالتفت فاذا برسول الله صلی الله علیه وسلم. نگاه کردم که این صدایی که صدای رسول الله پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم هر نفری که میدیدند که بالای زیر دستش یک اندک ظلم میکنن، پیامبر صلی الله علیه وسلم او را زجر میکردند. ابو مسعود گفتند یا رسول الله هو حر لوجه الله. گفتند یا رسول الله همون غلام من از برای الله آزاد است، آزاد کردم. ترسیدم برادران عزیز، ترسیدم، از برای الله آزاد کردم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند اگر آزاد نمیکردی آتش دوزخ تو را فرو میبرد. نعوذ بالله. بنابراین دوستان عزیز، مال این دنیا میرود اما عذاب آخرت باقی میماند. بی‌ترسید از آن روزی که آتش جهنم ما و شما را نعوذ بالله الله نگاه دارد که فرو نبرد. بنابراین دوستان عزیز، با همین قدر کفایه میکنیم. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که اولا اینکه برادران مهاجرین، آنهایی که هجرت میکنند از برای کار، البته هجرت مقصود ما از هجرت راه الله نیست، آنهایی که غریب میشوند، از برای یک لقمه حلال غریب میشوند، برای کار میروند، الله سبحانه و تعالی نیاز آنها را برآورده کند و الله سبحانه و تعالی آنها را عزیز گرداند و بر وطن برگشتن با سربلندی به نزد اهل و عیال، پدر و مادر، فرزندان الله سبحانه و تعالی نصیب کند و آنهایی که بالای آنها ظلم میکنند الله سبحانه و تعالی آنها را هدایت کند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.